جنوب ایران وارد وضعیت اضطراری شد و هشدار موج دوم صادر شده. بندرعباس و قشم وارد یکی از ترسناکترین سناریوهای طبیعت شدند. بارشی که تو چند ساعت اول بندرعباس رو فلج کرد و رودخونه‌ها رو مثل هیولا به حرکت انداخت. قشم اما صحنه اصلی فاجعه بود. سد خاکی شکست، سیل ریخت تو روستای تولا و آب بیرحمانه از دیوار خونه‌ها بالا رفت. تصاویرش همون چیزیه که آدمو میخکوب میکنه. تا این لحظه 2 کشته، 1 مفقودی و بیش از 5700 نفر امداد رسانی شده ثبت شده. فارس، هرمزگان و خوزستان زیر فشار مستقیم این طوفانن. اما خطرناکترین بخش ماجرا اینه. هواشناسی میگه موج بعدی هنوز نیومده و جنوب ایران باید خودش رو برای بارش‌های سنگین‌تر آماده کنه. تناقض تلخ داستان اینجاست. همون بارونی که داره خونه‌ها رو میبره، ساحل سرخ هرمز رو به تصویری رویایی تبدیل کرده که الان تو دنیا وایرال شده. جنوب ایران الان بین زیبایی و فاجعه گیر کرده. اگه این خبر تو رو شوکه کرد، استوری کن تا بقیه هم بدونن چه خبره. برای خبرهای فوری و جنجالی پیج رو فالو کن.